ريزی دارا شدی دنیایت مبارک عاشق شدی همهایت مبارک زنجیر جنون در پایت مبارک سلام دوستای عزیز، شارا هستم. شما را خوش آمدید میگم به این ویدیو. امیدوار هستم هر جایی که هستین جور و خوب و صحت و سلامت باشین. از شما بسیار زیاد من تشکری میکنم که این ویدیو را برای دیدن انتخاب کردین و همچنان میخوایم که یک بار دیگه از کامنت های زیبایتان تشکری کنم که دوستای عزیز، ما واقعا یک موضوع را برای شما میخوایم بگویم که اصلا من انتظارشو نداشتم که اینقدر کامنت های زیبا از شما دوستای نازنین دریافت کنم. البته ما بسیار شنیده بودم که هنرمنده که خب ما خود از جمله هنرمند نمیگیرم، اما میگفتن که یک کسی که خانم باشه و از طبقه خانم ها باشه و این موسیقی سر کار داشته باشه اکثرا توسط مردم افغانستان قبول نمیشن، مورد تمسخر قرار میگیرن و در جامعه پذیرفته نمیشن. البته دوستای عزیز، من به بسیار ترس و هراس خواستم که در خدمت شما قرار بگیرم از طریق موسیقی و ما با وجودی که بسیار ترسیده بودم وقتی که دیدم که در کمیونیتی واقعا بسیار ضرورت است و داره دیگه کلتور افغانستان، موسیقی افغانستان داره دیگه از بین میره، مکتبای موسیقی قایم شده و همه چیز بند است و مخصوصا بالای خانما که بیخی تا برای مردم همه چیز از نگاه موسیقی بند شده. یعنی من جرأت کردم، بسیار با مشکل جرأت کردم که من اینمطور یک کانال جور کنم و بتونم که امو یک چیز بسیار کمیره که من یاد دارم بتونم که در خدمت دوستای ما قرار بدم. و ما واقعا بسیار سرپرایز شدیم برای که دوستای ما واقعا ما هیچ کامنت ندیدیم، ما دریافت نکردیم که خدای ناکرده توهین باشه یا تحقیر باشه یا مثلا گپ زشت باشه، ندیدیم هیچ. ما از این خاطر از شما بسیار زیاد تشکری میکنم که یعنی امی باوری ما که ما داشتم و چیزایی که شنیده بودم واقعا ما بیخی اصلا تجربه کردم که این باور درست نبود و ما برعکس بسیار زیاد احترام میشم، گرچه که من همیشه در ویدیوها میگم که من استاد موسیقی نیستم دوستای عزیز، اما دوستای ما به خاطر احترام اینا مرا استاد میگن که من اصلا خود شاگردم حساب نمیکنم خودم. و ما واقعا میخوایم که از این قلب بر تمام دوستای عزیزم تشکری کنم که اینا چقدر مرا سپورت میکنن. من ایسی یک خانم که با موسیقی سر کار دارم، مرد چقدر سپورت میکنن، امرای ما هستن، ویدیوها را اینا لایک میکنن، کامنت های زیبا نوشته میکنن. واقعا که این یک انرژی بسیار مثبت است و این میتونه حتی بالای موسیقی و کلتور افغانی ما در بیرون و یا داخل افغانستان کمک بکنه و امی فکر مردم ما را تغییر بده در قسمت از اینکه موسیقی چی است و خانما اگر موسیقی کنن چی رقم خانما می باشن. ما از شما بسیار تشکری میکنم که شما دوستای عزیز حتی طرز فکر مردم میتونین که تغییر بدین. ما همچنان همین مقصدم است که ما کوشش کنیم که نشان بدیم که موسیقی چیز بد نیست و اونایی که در موسیقی هم سر کار دارن چی مرد هستن یا چی زن هستن انسانای خوبی هستن، محترمی هستن. آدم نباید که به طور عمومی هر چیز تصمیم بگیره و به زبان بیاره و تشریح کنه و تعریف بکنه. دوستای عزیز، من کامنت های میگیرم از داخل افغانستان که اونا میگن که اصلا می کانال شما و امثال شما برای ما یک چشم امید است، برای ما بسیار انرژی مثبت میده. من واقعا بسیار خوشحال میشم که
ما بتونم که در خدمت مردم عزیز ما قرار بگیرم. البته که کسایی که پیش از یعنی کسایی که از افغانستان برآمدن و در بیرون از افغانستان زندگی میکنن، اینا میفهمن که وقت اینجا چقدر ارزش داره. ما تمام وقتی که میگذرانم به خاطر این ویدیوها و مصرفی که میکنم بالای این ویدیوها واقعا یعنی برای ما بسیار گران تمام میشه. اما وقتی که میبینیم که دوستای ما از این واقعا استفاده خوب میکنن و چقدر میتونه که بالای جامعه یک تاثیر مثبت داشته باشه، طرز فکر مردم در قسمت دختر و یا خانمی که با موسیقی سر کار داره، طرز فکرشون در مورد این خانمات تغییر بده، واقعا که ما فکر میکنم که اینطور یک ویدیوها میتونه که یک تاثیر مثبت داشته باشه. البته دوستای عزیز، بدون شما دوستای نازنین ما هیچ چیز کردن نمیتونیم، هیچ چیز از دست ما نمیشه. این شما هستین که ما میتونیم که یک چیز تغییر بدیم و یک همی لایه های مثبت یک کار نشان بدیم برای مردم ما که بسیار ضروری است و ما حال داریم امی کار میکنیم. و یک بار دیگه از شما دوستای بسیار نازنین تشکری میکنم که امرای ما در یک راه میرین و در اینطور یک راه مقدس کل ما یک جای قدم ماندیم و کار میکنیم و به پیش میریم. آهنگ که توسط یکی از دوستای ما فرمایش داده شده، آهنگ بسیار شیرین و زیبای احمد ظاهر عزیز است و ما همونطوری که در همیشه در تمام ویدیوها برای شما تقریبا در تمام ویدیوها گفتیم که ما استاد موسیقی هم نیستم، ما نوازنده هارمونیوم نیستم، ما فقط یک شاگرد هستم خودم و میخوایم که امو چیزی که به توان شاگردی خود یاد گرفتیم او رو امروز شما شیر میکنیم دوستای عزیز و خدا کنه که مورد قبول شما قرار بگیرم. ما از شما بسیار زیاد پیش معذرت میخوایم که اگر در ویدیوها کمی ها و کاستی ها میبینین، شما به بزرگواری خودتان ما را ببخشین. دوستای عزیز، همونطوری که شما کل ما میفهمیم که ما هنوز هم در فریجین اسکیل مصروف هستیم. یعنی ما هنوز از فریجین اسکیل که در موسیقی ایندی تات راگ بهروی را میگن یا نوت‌های راگ بهروی را میگن، ما در امی هنوز مصروف هستیم و چون که بسیار زیاد آهنگای افغانستان دمی اسکیل جور شده و بسیار یک اسکیل جالب و مهربان و مقبول است، صدای بسیار عزیز داره، مهربان داره و بسیار صدای نرم داره، زیاد آهنگا جور شده و زیادتر آهنگای عشقی جور شده، آهنگای برای مادر جور شده و برای وطن، هر چیزی که جور شده بسیار زیادش دمی اسکیل جور شده و ما به این خاطر هم است که زیادتر میخوایم که بالای امی اسکیل کار کنیم و آهنگایی که دمی اسکیل ارتباط داره و جور شده در سر زمین کوشش کنیم که ما کار کنیم. میریم دوستای عزیز یک جای این آهنگ کار میکنیم. دوستای عزیز، نوتای راگ بهروی و یا فریجین اسکیل که ری و گا دو و نی فلات و یا کامل هستن، این ما خب بلد هستیم دیدیم. اگر ندیدین شما ویدیوهایی که مثلا راگ بهروی را مده و تشریح کردیم او رو ببینین. نوت‌های فریجین اسکیل و راگ بهروی یک چیز هستن، اونها رو ببینین و شما میفهمین. ما همیشه کوشش میکنیم که هر آهنگ از کچهای مختلف بخوانیم تا که شما هم بلد شوین و متوجه شوین و ببینین که اگر از آهنگ از کچهای مختلف بخوانیم چی رقم باید بخوانیم. و شما لطفا دوستای عزیز خودت مثلا آل من از کچ ای میخوانیم یا آهنگ و شما کوشش کنین مثلا از اینجا بخونین، از سی بخونین، از سی شارپ بخونین، از دی شارپ بخونین، از دی بخونین. یعنی از هر کارت شما کوشش کنین که تا اونجایی که صدایتان میرسه کوشش کنین. این ما را کمک میکنه که ما یعنی زیادتر مسلط باشیم و زیادتر بالای صدای خود کار کنیم و زیادتر صدای خود تحت کنترل خود داشته باشیم. ما آلی را از ای شروع میکنم، از اسکیل ای و خود فریجین اسکیل یک نوع از ماینر اسکیل است. اگر من از اینجا شروع کنم اسکیل چی رقم است؟ سا. اینجا دیگه برای ما سا میشه. سا سا
دوستای عزیز، آهنگ در این آهنگ هیچ نوت بیرون از اسکیل استفاده نشده و همونطوری که ما همیشه گفتیم اسکیل برادم، فهمیدن اسکیل برادمی فایده را داره که ما دیگه نپاریم که بگویم او از کجا می خوانده شده، کدام نوت استفاده، این نوت استفاده شده، این نوت استفاده شده. اسکیل وقتی که نشان میدیم یعنی که آهنگ از این نوت ها جور شده. بعضی وقتا بعضی نوت های خارج اسکیل هم استفاده میشه، اما ما وقتی که اسکیل بفهمیم باز یکی تو نوت که خارج بره و پس اسکیل خود بیاره برای ما مشکل نیست. اما اگر ما اسکیل نفهمیم بسیار مشکل است که باز هر دقیقه نوت ها رو بپالیم که او این نوت استفاده شده که این شده او شده او شده. بسیار وقت ما رو میگیره و بسیاری کسا هستن که وقت اسکیل نمیفهمن همونطور امتحان میکنن و نوت میپالن نمیافن، بسیار خسته میشن و دیگه اصلا دیگه موسیقی رو استاپ میکنن. از اون خاطر فهمیدن اسکیل مهم است دوستای عزیز. شروع میکنیم از آستایی. ای ماینر کورد، از این میجه آهنگ شروع میشه. عاشق سبا، آهنگ از سه شروع میشه. عاشق شده ای دل، غمهایت مبارک باد. زنجیر جنون ای دل، در پایت مبارک باد. امرا یک انگشت. عاشق شده ای دل، غمهایت مبارک باد. زنجیر جنون ای دل، در پایت مبارک باد. اینمی آهنگ. این آهنگ دو تا انتره داره که ما هر کدومش لایده لایده کار میکنیم. دوستای عزیز ای بود آستایش. اما قسمتی که ما میگیم در یک ملودی بسیار کم استفاده میشه این اتره است که اتره. عاشق شده ای دل، غمهایت مبارک باد. اینی ملودی که بینشان میه. حالا ما امو ملودی را که در بین آستایی و انتره می باشه ما او را کار میکنیم. ملودی این از اینجا میه. امی ای ماینر کورد است اما این ورژن است. اینی سیش از اینجا میره، این نترس از اینجا شروع میشه. باز از امی اپر اکتیو ما میایم دفعتا از اینجا نظر بر ریتم دمو ریتم به ماترایش متوجه می باشیم. از اینجا میایم خیز میزنیم میایم ده اینجا. شما ببینید یک دفعه چی رقم مقصدم است. امرا یک انگشت.
قسمت دیگه ملودی. تمام ملودی، تمام آهنگ اینمی ملودی است. انتریش چی قسم است؟ انترام از اینمی کورد است. از امی کورد یعنی ای ماینر کورد از اینمی اینجا شروع میشه، ولی این ورژن است. سی از اینجا میایه ده ایجا اینطور. آهنگ انتری آهنگ از پا شروع میشه. خب یک بار سر میریم. از دیده گوهر ریزی، از سینه شرر ریزی، لعل و گوهر و یاقوت از خون جگر ریزی، دارا شده انتره دومش باز از امی ای ماینر کورد میشه، از این اینجا باز شروع میشه، از نی شروع میشه. شما ببینین یک بار. عاقل و فرزانه بيخود و ديوانه گردی و حرم گردی، گردی و حرم گردی، گبر در بتخانه شده عیده عقبايت مبارک باد. همراه یک انگشتاله. عاقل و فرزانه بيخود و ديوانه گردی و حرم گردی، گردی و حرم
باید مبارک باد. عاشق شده ای دل، غمهایت مبارک باد. دوستای عزیز اینمی تمامش بود. حالا ما ایده میریم امرای ریتم تمرین میکنیم. البته دوستای عزیز ما بر شما همیشه میگم که ریتمایی که عین چیز که احمد ظاهر عزیز خوانده، ما امرای خود طبل نواز نداریم که امو ریتم بنوازه برای ما. از او خاطر ما هر چیزی که در دسترس خود دارم ما امو را استفاده میکنیم. ما یک ریتم می را استفاده کردیم به نام داده هیراتی. دوستای عزیز ما یک سایت ماندم برای شما که او لینک برای این نیست که شما در تلفن‌هایتان رو کلیک کنین و او را دانلود کنین در تلفنتان. او یک از سایتشان است که دونمونجا تشریح شده. سایت بود که چی بود، ما لینکش گرفتم که دونمونجا تشریح شده که اینمی اپلیکیشن چی رقم است، از کی جور شده، چی رقم کار میته. شما دیگه یک دوست ما بود که برای ما میگه که این لینکی که روان کردی لینک درست نیست، این ما نمیتونیم دانلود کنیم. مقصد ما این نیست که شما اون لینکی از بسیار واضح اونجا است نشان میده که شما برین معلومات دی ببینید. شما وقتی طرف لینک ببینین میفهمین که چی است. او لینک نیست که در تلفن شما او بر شما دانلود شوه و او امی اپلیکیشن تبله را بر شما دانلود کنید. برای معلومات شماست. با شما که اونجا که رفتین در سایت نام از او رو بگیرین، نام از امی اپلیکیشن رو بگیرین و شما در تلفن‌های خود در اپل استور دارین یا در هر تلفن دیگه که دارین، در اندروید است یا هر کدومی که شما هر قسمی که شما میخواین، در هر تلفنی که شما میخواین در اون رقم در اونجا بر شما میگه که در کجاهایی رو میتونین دانلود کنید. ما از امی ریتم دادره را از امی دوست عزیز ما انتخاب کردیم و تمپویش 20 است. ما میریم امرای ریتم ای را تمرین میکنیم. عاشق شده ای دل، غمهایت مبارک باد. زنجیر جنون ای دل، در پایت مبارک باد. زنجیر جنون ای دل، در پایت مبارک باد. از دیده گوهر ريزی، از سينه شراب ريزی، لاله و گوهر و ياقوت، از خون جگر ريزی. دارا شده ای دل، دنیایت مبارک باد. عاشق شده ای دل، غمهایت مبارک باد. عاقل و فرزانه،
بيخود و ديوانه گردی رو حرم گردی گردی رو حرم گردی گبر در بتخانه آن شده عید عقبايت مبارک باد عاشق شده عید غمهايت مبارک باد زنجیر چلون عید در پایت مبارک باد دوستای عزیز، ای بود موضوع ویدیو امروز ما. امیدوار هستم که به شکل درستش ما تانسته باشم که امی ویدیو را امی آهنگ به حساب تشریح داده باشم. از شما بسیار تشکری میکنم که تا آخر ویدیو همراه ما بودین و ما را سپورت کردین. لطفا دوستای عزیز لایک و سابسکرایب فراموشتان نشه. دوستای عزیز لطفا ویدیوها را شیر کنین در هر جایی که میتونین، در فیسبوک هایتان میتونین، اینستاگرام، توییتر، هر جایی که میتونین شما لطفا ویدیوها را شیر کنین تا که کانال رشد بکنه و ما بتونم که در خدمت شما به شکل بهترش قرار بگیریم. تا هفته دیگه شما نازنینا را همه را به خدا میسپارم. بای بای.